گداریا رادیویا تزش مسکوی دکن. سلاف و دما و بخیر گدارین دلال. رادیویا تزه اند کارن ببین تور اینترنتی بوی ایناونی شانه. مالپر آریا تزه نقطه کم. ایرو شمی سی آداریه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وقته بکن. روز یکشنبه بهاری شاندا پارتی دموکراتیا کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی پیرمامی یا سرپولیر و جویان و پیکانین کابینت نویا حکمت حریم کردستانی گتو بیش کرد. پشت جوینی پدکی و ینکی داخینیک بلاف کرد و تدا هر دو آلیان تکازیل سرخستن دانستاندنان و گتو بیشن پیکانین حکمت کرد و بریار دا دوی هفته تجاره کردن بجون. هر وها پشت سیروجان جوین پارتی دموکراتیا کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی کش بو پیکانین کابینت نو بیکات. لی اف وینجی به انجام داوی بود. پشتیل بجارتنا پارلمانتوی حریم کردستانی که داویا مها ایلون سال پار دا پیکات آلین سیاست پارلمانتوی کردستانی دا نو دا تفگیرا گران آمده بون خوایا بردارید کابینت نو حکومت حریم کردستانی دا دیار کرده. لی اینکه جوین جدایم تایبتیل گل پدکی دا دخازین جدا آنین روجاوی که نها زیدتر ورگرتنا پستن واسایش حریم کردستانی با گریداینه. هر وال گور زانیاریان اینکه دخاز دو جیگرینج بو سرک حریم کردستانی دکه که یک جوانش اینکه به او کنترل بری آسایش حریم کردستانی نو دا برپرسیاریا وی جیگری دابه. سروکی فراکسیون پدکیل پارلمانتوی کردستان امید خوشناف روز پیشمی کنفرانس که روزنامه‌ای دل هفریری را گیاند. چارچوبه رکفتن که گل تفگیر گرانی و چند آلین دنیین سیاسی پروژه یاسای اکتیو کردن سرکتی حریم کردستانی و پیداچونا شیوه البجارتنا سروک بیمزه 68 پارلمانتارن پیشکشی پارلمانتوی کردستانی کرنه. امید خوشناف داخیا کرن گروه پروژه یاسای سروکی حریم کردستانی دوی بشی دال ناف پارلمانتوی به البجارتن و پشت دستور کردستانی دا اوایل بجارتنا سروک برکفتن همه والیان دی ورب جی کرن. یکتیان اجتماعی کردستانی یکتیا اسلامی کردستانی نفش نو و کملا اسلامی کردستانی امزل سر پروژه یاسای نکرنه. سروک فراکسیون گرانی پارلمانتوی کردستانی کنفرانس که روزنامه‌ای دارا گیاند. تشتی کش بو گرانی گرنگ اوه که سروک حریم کردستانی نو پارلمانتوی دا به البجارتن اونها جی وانکاریه و دخواز خود نو پروژه یاسای دا بجی بکن. سروک فراکسیون پدکی داخیا کرن که پروژه یاسای خودی بنتیه که اجتماعیه و تکس کرد مدخواست من همه والیان به هفرا پیشکش کردم لیبل که والیان دن و فراکسیون دن مبارا نهاتن پیش ایدیم واد بینن که کار گلک درنگ بایه. سر خواندن سرکتی پارلمانتوی کردستانی روز شمی سی آداری پارلمانتوش بوچار سرکردن یاسای سرکتی حریم کردستانی جبیا روز شمی خواندن یکیش بو یاسای هاته کردن و پشت را خواندن دویم جی هاته کردن و خواندن سیامش دنگدان یاسای و دی بچه واریب جی کردنی سرک پارلمانتوی کردستانی دکتر والا فرید دکارات دخواست بکه که ناف هفتیه که دا هر سی خواندنش بو پروژه یاسای وره کردن پشتی که یاسای سرکتی حریم کردستانی درکه حتی سی روزان دری خو بر بجار کردنش بو بربجین سرکتی حریم کردستانی تی وکرن و سیوی و نوی وانتینه برگتن. نیچیروان برزانی بربجین پارتی دموکراتیا کردستانیه و الگور رکفتن سیاسی نابر پدکی و گورانی و بدنگی پرانی پارلمانتوی تی به سرکی حریم کردستانی سرکی بربجین کرد چه پارلمانتوی دنگ تی داین. اف پی واجوج روز شمی و کدس خواندن یکم یا یاسایات کرن دوید ناف دو هفتیان ده حتی 20 روزان وره یک عالی کرن. پشتی کش بو سرک دنگ وره داین فراکسیون پدکی نوی مسرور برزانی که بربجیر پدکیش بو پیکانین حکومت کردستانی ده سرکتی پارلمانتوی سرکتی جد ده سرکی حریم کردستانی پشترا نیچیروان برزانی گور پروتکل مسرور برزانی و دخینه و ارک پیکانین حکومت ده پشتی ارک ور رسپارتن دوی مسرور برزانی دنوا سیروجان دا کابینت نهایی حکومت حریم کردستانی ده پیک بینه. روز پیشمی 28 آداری صلاح الدین سرک مسعود برزانی پیشوازی کنسول روسیه الهولیر اولگ لیوین کرد. تهدیدن دا کنسول روسیه الهولیر سلاوین وزیر و جگری وزیر دروایی روسیه گیان سرک برزانی و خنجی تکس کردن سر پیوندی و دیروکی یادنامه هر دو آلیان و رولا برزانی نمر کورکرنا پیوندی و دیروکی یادنامه گل کردستان و گل روسیه دا بگه حریم کردستانش بو ولات خواب گرینگ بناف کرد. هر وقت کنسول روسیه بالکشان سر دخواست روسیه برفرکرنا پیوندی نوبر هر دو آلیان دو بتایبتی دوار انرژی بیزنسی خواندن و چالاکیین کلتوری. جالی خواب سرک برزانی سپاسیل وزیر و جگری وزیر دروایی روسیه کرد و پیزانین خوش بو هلوست حکومت روسیه سردوز و گل کردستانی هبو. اوجی دوباره کرد که پیوندی گل کردستانی و روسیه دیروکینه و کردستانی دخواست که زیده جبو پیشخستنا وان پیوندیان هیه.
فرمانداری حزب پاراستن ازدیخانی هیدار ششو داخیا کرن کف پیش بینی دکن هجمار که مزنش ازدیان کامپا هولی هبنش برکو کسل بخوز و دیر زوری هاتن ارزگار کرن برن وان کامپان هیدار ششو گوت هینج کردن ازدی نویرن خواه اشکره بکن اوی هروا داخیا کرن که ریل بر ازدیان تیگرتن که بگیجن مالبتن خواه فرمانداری حزب پاراستن ازدیخانی هرواش حکمت ایراک خواست که کمیته که تایبرج بوشو باندن رفشا کامپا هولی پیک بینه و گوت دبکل وی کامپی هیچ هجمارکش ازدیان هبن برپرسی اوفیسار ازگار کردن ازدین ین روان دی راگیان کاری وبری خسر سوز دایا که دی آلی کار برش بو که کسی دستی دایشی هاتنه ازگار کردن بری دری سیمال که در باز ببن جبر که ریه که آراملی حتی ناری وبری خسر ری ندایا که در باز ببن اندام خلابری یا پارلمانتو ایراقی و کسیتی کردی ازدی شریف سلیمان راگیان وان پیش بینی کر هجمار وان ازدین که بین ازگار کردن زیادترش وی هجمار نها به که هاتی ازگار کردن گفت که حتی نها 1500 حتی 2000 کچو جنین ازدی جرانیوی سوان ندیاره وروا داکفشه که حکمت ایراقی و جواکانا دولتی شبود دیار کردن جرانیوی سو ازدیان گلک لوازی نبتن روژا دوشمی 21 ازدین رزگاربوی گیشتن هریم کردستانی و خزم و کسین یخو درشاد بون دمان گیشتن وان لسر ریا سهیلا خزم و کسین وان بنداوان بون هرچند وگراندن وان 21 کسین جیدل خاشی خزم و کسین وان بون لی هیچ برین آمالبت وان تمامی قنج نبونه چمکی وک اب خوشت بیشن هیچ گلکش کسین وان ین نزیک وندانه افدمکی دوی کبری دروژان دویشی داوی بگه خواهیج دست دا با خود السر پارزگه درازو الرجلات السوري تقعد بردست واد نمایه لی هیانا بسدان ازدین دین رواندش آلی و ریخستن یا تروریستی جرانوی سوان ندیاره پروسی را کرنا گورین کمی ینگوندین کوچو راوستیا کارکاری وزارت کاروبار شهید و انفالکریان یا حریم کردستانی بروان حمدی را گیاند جکم گورب کمیال گوند کوچو فرم نزدیکی 30 کسان هاتن درخستن و بو تبادادی یا بغدای هاتن شاندن افتر بلگل انجام لیکولینا خوینن 2601 کسان که دسته لیکولین و کم کرنا بلگیان یا دها که دانه تبادادی یا بغدای دیورن براف کرن پشتی نرخاندن گورا یکم اوی دست برا کرنا گورین درجی بکن کارکاری وزارت کاروبار شهید و انفالکریان یا حریم کردستانی را گیاند را کرنا گوریم کمیین کوچوش بر نوروزی و سردخوزین حریم کردستانی و وزارت کاروبار شهید و انفالکریان روستیا وانا تیم که نشتیمانی شکمت حریم کردستانی و ایراقی و ریخستن و یاسب نتوان یک بوی سر قربانین شر دایش پیکانیه کوچو یک جوان گوند ناوچه شنگوالیه و 23 کیلومتر باشور روجاوی و ناوچه دایه دستسیت به خود 2014 دا دمادایش یریشی باشور کردستانی کر کت ناو گوند کوچو و جگدارین دایشی وی گوندی کمکشی کر نزدیک دو مهان بهرین سر وفات میری ازدیان میر تحسین بک لی حیانها جواکا ازدیا بمیر مانه و جگری میر تحسین نهاتیار بجاردن ازدی داخوش بالبت تحسین بک دکن دلزی بکن شکفش کرنا میری نو پس میر حازم بک شیخیار دکه کد ناف بنامولی دا هجبار کس بربجیرن دکو ببن میر روژا 28 کانونا بهری میر تحسین بک میری ازدیان تمری 86 سالی و پشتی 7 سالان جمیرتیل نخشخانه آلمانی چو سردلوانیا خواه روژا سیشم الهولیرش آلی زانینگه صلاح الدین و مرسی مجبور ازگرتنا کوچر بیرکار هاتی اساس کرن و تدا با آمده بون سرک وزیر حریم کردستان نیجیران بارزانی نوی دکتر فخری یعنی هرمتلی پیشکشی کوچر بیرکار هات کرن مرسی مور ازگرتنا کوچر بیرکار دا سروک پارلمانتوی کردستان دکتر والا فرید جگری سرک وزیر حریم کردستان قباد طالبانی سروک زانینگه صلاح الدین دکتر احمد دزایی کنسول و نونرین ولاتن بیانی ین حریم کردستانی و هجمارکس مستاین زانینگین آمده بونه سرک وزیر حریم کردستان نیجیران بارزانی مرسیمی دو گوتارک پیشکش کرد او را گیاند یکمین ریا پیشکتنا هرگلگی فربون زانستی سردمه و پاشروژا گش و سربلندی بزانستی و فربونی چید به نیجیران بارزانی گوت گل کرد شانازی بون کسان دگه که نوی کرد کردستانی دوری جور به جور دو دردخند پیش و تکس کرد کردستانی پیوستی کسین وکه دکتر کوچر بیرکار هیه کوچر بیرکار دوی مرسیمی دو آخفتنک پیشکش کرد وجبو ریخستنا مرسیمی و داینا دکتر فخری سپاسیا حکمت حریم کردستانی و زانینگه صلاح الدین کرد کوچر بیرکار داخیا کرن که وی 25 سالان زحمت کشیده حتی که خلاتو فیلدز بدستانیه
هفتیا بوری وزیر نوخوای ترکیه سلیمان سویلو را گیاند که بربجیرن انجمن شهرداریان تکلیا سیاست هفتیا و 8 کسان برخستن تروری را هیا او گوت اف کس نکارن ببن اندام انجمن شهرداریان ام دی همیانش کار دور بخن. سلیمان سویلو بجداری برنامه که کانال تلویزیونی یا ترتی خبر بو او درباره هلبجارتن شهرداریان آخوی سویلو گوت بربجیرن انجمن شهرداریان ین که حتی نه تکلیان وان بکیکی را هیا اگر بین هلبجارتن دیوارن دور خستن. سویلو اشکره که اپوزیسیونی درباره 7-8 بربجیران دا تکداری پکیکی لیکولین هیا 45 وان سر جماعت گولن 4 رخستن جبین رادیکال و 4 جی دایشی. وزیر نوخوای ترکی تکش جکر اف کسین که تکلی آوان برخستن تروری را هیا نکارن کار بکن او گوت اف نکارن ببن اندام انجمن شهرداریان اف دی همیانش کار دور بخن. نونری تایبتی وزارت درباره آمریکای با کاروبار سوری جیمز جفری واشنگتن جوینه که روزنامه‌نگاری دارا گیاند که درباره کردان افگل ترکیه کار دکن که نوچه که آرام سرسینوری وی واره آوا کرن. جیمز جفری دیار کرد که نوچه تو هبونو یکی نیم پارستان گل دی نبه. جفری واگود ام دیش با وکرنا نوچه آرام سوریه ترکیه را دخوتن. یه بگید نوچه آرام دو جی نگره. جبر که انقره تکلین وی ین بکی را دلگرانه. سروک ترامپ باید که زلال سروک اردوگان آگادار کرد. نونری تایبتی وزارت درباره آمریکای بو کاروبار سوریه رو دستنیشان کرد که افت هبن دمی دو نخواست ترکیه روبرو هزین سوری دموکراتیک و بشک جوان کردن جبروی اول سر جرسری که کارد کبدلی همو آلیان به. چالاکین گریوا بر چیبون الباکوری کردستان و ترکیه دومن. 4 چالاکگران دگرتیگه دو یک جیل آلمانی داوی جیانا خانی پارتی سازی و ریخستدان بانک لچالاکگران دکن که داوی جیانا خانینن برای دیار بکری جیش بو جار سرکرنا وی پرسکری که برای درن حکمت ترکیه هفدیدن پیکانین لی تو انجام شفدیدن نگرتن. هیویا سرو که برای جان آیدین اوه که پشتیل بجارتن سیویه که آداره بو جار سرکرنا وی پرسکری که گاورن آویتن او بو جالان را هفدید نگواره کرل. گوری آگاهی اینکه پاریزوان مافی مروان هات نگرتن پارلمانتار او گرتیجی ناوی دا گشتی 7000 کس چالاکیا برچی بوده دانه. اینیسیاتیو حق جی سازیه که سیویل کش بو جارا سرکرنا پرسگری کن جواکی هفده ده. سروک اینیسیاتیو آمجده که جان چالاکیرانش ایزولیسیونی قیمتره اوش بو جارا سری بانک دولت و پارتین سیاسی دکه. پارلمانتار هدیپی یا چولمیر کی لیلا گوین 8 مجدار 2018 دا دخوازارا کرنا ایزولاسیل سری بری پکی عبدالله و جالان گرتیگه دا دست چالاکیا برچی بوده کرده بو. الگوری را گیاندن نونرین سازی و ریخستنان بری هلبجارتن ریبرین هریمی نای چاوری کرن که گاوارن آویتن لی پشتی هلبجارتنان دبک بو جالان را هفدید نکواره کرن و داویل چالاکین گریوی برچی بونه واره. وزارت دادیا ترکیه دیار کرد که اگر زدبونو گرتیاند نوبر 5 سالان دا دی 703 گرتیگه نول ترکیه بین آوا کرن. سر پرسنامه که جی پی دا پارلمانتوی ترکیه دا وزارت دادیا ترکیه بسی و خود گود که پروژه آوا کردن 703 گرتیگه نول ترکیه او اگر ویجی زدبونو گرتیانه توای ترکیه 308 و نه گرتیگه نه و اف گرتیگه دکاره 211,838 گرتیان بگرن. آژانس فرمی ترکیه را گیاند انجام اپراسیون که ازمانی دا اندامی دسته ریبربریدیه که چکر رضا آلتون بریندار بویه او سی برپرسیدن دیم پکی که جانی خوش دست دانه. آژانس آنادولی دزانی که دستگاه حوالگری یا ترکیه میت و سرکاتی ترکیه بیسته که آداری دل قندیلی دجی پکی که اپراسیون که هبش کرده. اتومبیل اندامی دسته ریبربری یا کمو جواک کردستانی که چکر رضا آلتون جولی بالافرین شهریگین ترکیه و هاتیه بمب باران کرن. دنجامی در رضا آلتون بریندار بویه. لی بردف که پکیکی سرحد وارتو برپرسی پیوندین درباره پکیکی میکایل اوزدبیر او برپرسی پکیکی قندیل علی اکتاش جان خوش دست دانه درباره ویری شده حتی نا پکیکی تو داخلی ندایه. پارتین سیاسی میتینگ خواهین داوی ین بری هلبجارتن شهرداریان که سیویه که آدار دال باکوری کردستانی و ترکیه بین کرن دار خستن. پارتیا دموکراتیا گلان هدپی جید 27 آداری دا میتینگ خواه وانیل دار خست. ده میتینگ هدپی دا خالین که درکتن پیش گریوین برچیبون ین دجی ایزولاسی رخنین رای دارین حکمت ترکیه و پولیتیکاین قایوان بون. الوانین ده میتینگ دا پارلمانتار هدپی علیه فلکداس و چا وینای لیلا گوانی درکت سردکی و آنیزمان که ده ایزولاسی جی زخت سرکردان جی بشکنن.
فلکناس و چهار رخنل سرکومر و سروکی گیشتی یا که پارتی رجب طیب اردوگان جکر که گوتی کردستان الورتنیه. دی میتینگ دا موزیکین کردی جهات پیشکش کرن و دیلان هات گرهاندن. پشتی بلالبونا میتینگی جیب جیش آلی هزین اولهی ترکیه و دستوردان بشدارین میتینگی هاتن کرن. دادگاه جزای گران یا آمدی بریار دا که درباره هر سروک کچده یا پارلمانتار هدپی یا جولابیر که لیلا گوون یا 140 روزن گریوا برچیبون دای بزوری تولی رونشتاندن دادگاه بکه. دادگاه جزای گران یا رهای درباره لیلا گوون دا بیدیا اندامتی ها رخستن دوز وکره بو. تمون دوزی دا خوشکو برای اوجالان فاطمه و محمد اوجالان جی پمون ایدیو تین سجدا کرن. لیلا گوون 140 روزن گریوا برچیبون دای و تولی رونشتنی نبو. پاریزری لیلا گوون تولی رونشتنی دوزی بو. پاریزری لیلا گوون گوت لیلا گوون 140 روزن گریوا برچیبون دای. پس گریکین گران ین تندرستیلی رودانه او نکاره بی دادگاهش بولی پرسینه. اگر بزور پولیسان بیانین ویش یا نوی بکوه مترسی. لیبلی دادگاه بریار دا که جبو لیلا گوون بزوری بینن. هزین سوریا دموکراتیک مرجب دستخستنا موافق خاسری آمده تولی ارتش سوریه ببه. نونری ریپبلیک خاسر روسی رشد بیناف اشکره کرد. به مرج کسیدی آمده تولی ارتش سوریه ببه. افجی که موافق وان دستوری داورن گارانتی کرن و سوریا ببه سوریه که نناوندی. رشد بیناف تکس کریه گرگیری شواره سروان هزین وان دیبتندی بسی و هر گیری شکی بدن و رینادن تپش دا چوینک هزین رژیمی. نونری ریپبلیک خاسر روسی گوجی ماینو هزین امریکی لسوریه لیری شکدن یا ترکی دگره او تکز دکه سوریه دقت و نگره بریا سال 2011. همو ولاتان تبی روسیه جی پیروزباهی و دستخوشی خود سر کنترل کنه با خوزی و درخستنا دایشش بگه دایی یا سوریه کرد. بایلوزی فرانسال نتوان یک بوی دا گوت این پیشوازی پیشاتاین وی داوی ین لشکری دکن که دجی دایشی هات نتوبار کرد. لی اف داویا وی چیروکنی ندوید همو واران دا چاوی وکری به. لی بلی پشتی وی دستخوشی و پیروزبایاش هزین هپمانان و هزین سوریه دموکراتیک دهات گوتن که همو اندامن وی انجمانی گل نتوان یک بوی هفنیرین بلس سر تومتن بفکرن الباخوز و دیر زوری سرگفین سربازیین ترکی بو سر هزین سده و یپگی سکرتاری نتوان یک بو یکم جور دخوزا جرسریه که نودولتی یا بلاس کرد. بایلوزی روسیل نتوان یک بوی وسیل نبین زیاد سروگرا کچبرین سوری دیار کرد که پرانیو سوریان خوازن وگرن او حکمت سوریش بو هر گارانتی که آمده یه. سروکی کمیته پیوندین دروایی آمریکای الیوت انگل وزیر دروایی آمریکای ماک پومپیو را دیار کرد که گرانی پیشنهاد دکم هف پیمانین مکرد به ورن پاراستن آمریکا ناب خیانت الکردان بکه. انگل جوینا چرشم یا کمیته پیوندین دروادا ماک پومپیو را آنیسمان داخینیا سرک ترامپ یا درکتناش سوریه دلگرانی پیدا دکه. بگو ما نجی رازی بونه که هزین آمریکا بیواتل ولات دروا بجی ببن. لی رفش سوریه جدایه درکتناش سوریه دیواتای خیانت امبری پیمانی می دمادریش کردان نابه ام خیانت الکردان بکن. انگل هروا درکتناش سوریش بو اسرائیلی جی پیدا کرنا آلوزیان بناف کرد. اجبر کل گروی وی آوایی رژیم با ایرانی دکاره بگیجه حتی سینوری اسرائیلی. برسی با خود مک پومپی آنیزمان که 400 سربازین آمریکا دل رجلات افراط بمینن و او هزد خودی پشتوانی هزم فرانسا و انگلیستانی جیبه. هروا پومپی گوت جیمز جیفری ترکی و کردار را کارد که مترسیا دایشل دوری بیت نکرن. انگل آنیزمان سیمپاتیا بن یا مزنش کردان را هیه او خودی خاکا خانه. الیوت انگل یک جوان کسیتین آمریکا بو که پشگری داری فیرندوم سرخوبون کردستانی یا 25 ایلون 2017. انگل هروا دم خود گوته بو باراک اوباما جی وکی فلسطینیان دیار کنا چرنوز خوا موافق کردانه. دنگ و باسین جیانی 25 آذر 2019 سروکی آمریکای دونالد ترامپ دکلاراسیون که سرویریو اسرائیلی سر گرین گولانی نزد که امضا کرد. سرکوزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو کد مراسم امضا کردن البال ترامپ بود دیار کرد که بریار ترامپ دیروکیه او سپاسیا وی کرد. نتانیاهو دازانین که گرین گولانی برونیو روای دژی سوریه هاتی استاندن و گفت که اوی ایدی تب دست اسرائیلی دبه. هروا حکومت سوری همین روزی داخلی ترامپ پروتستو کرد. وزارت دروایی سوری دابوخیا کرد. که گولان بشکش آخو سوری و شام دی پروایی کار بکش بکو وگرنه بن کنترل خو. دژی بریار آمریکا یجبو نساندن هریما گولانی وک آخو اسرائیلی هجمارکش ولاتین سوریل بازار حلبی خو پیشاندانه که نرازیبونی ساز کردن و بریار آمریکای شرمزار کردن.
ترکیه جلنبری و دخینیا ترامپ برتک نشان دابو و وزیر درو یوی ولاتی مولود چاوشغلو گوته بو او بریار ترامپ یا درباری نساندن بلنداین گولانی و که بشکش آخا اسرائیل قد قبول نکن او دیار کرد که او یک دبه به صدم که دزمناتیال دج اسلامی زیده تر ببه هر و روسیا و گلک ولات اسلامی جی دج وی بریار ترامپ در کته بون د شهر 5 هزیران 1967 دا اسرائیل بلنداین گولان باشوری سوری کنترل کرد و سال 1981 دا گولان تولی جغرافیا خو کرد اشالی خو و جوات اوله کاریا نفدالتی بریاری 497 اسرائیل و کیزک داگرکار گولانی بناف کرد گولان هریمه که بلند اوتیایی یا سرسینوری نابرا اسرائیل و سوریه یک و شهر شش روژی یا نابرا اسرائیل و ولات عربی دا در سال 1967 دا کتبن کنترل اسرائیلی و حتی نهاجد بن کنترل وی ولاتی دایه اسرائیلی در سال 1981 دا گولان وکه بشکش آخا قناس کرد لیبری جواکا نادولتی هیش وی هریمی وکه بشکش آخا سوری دبینه روانگه سوریه مافی بروان بلاف کرد هفتیا بوری فروکین اسرائیل هجمارک کمگین چکان و چبلخانن هزن ایرانی فروکه حلبی و باجوری پیشسازی و حلبی بمب باران کرد اما جب وی یکیش کرد زیانه که مزن گیشتن وان هر دو بنگین و اگر زیان جانیجی چه ببون جالی خوابش آزانسا سوری سانا یا فرمی بلاف کرد سیستما بروانیا ازوانی یا ارتش سوری روبروی جوی یریش بون و هجمارک مشکن اسرائیلیش نال برن او یکم یریش اسرائیلی سوریهش پشتی ناسکرنا سروک آمریکا دونالد ترامپ سرویدیو اسرائیلی سر بلنداین گولانی پارلمانتوی بریتانیا همو بجارداین آلترناتیو را کفتنا در کتناش یکتی اروپایی رد کرد لی دنگ سرویه که داکو دما در کتنی بو ما بی وره پاشخستن پارلمانتوی بریتانیا بو گوتو بیشکن بجاردین در کتناش یکتی اروپایی روژا چرچمی جویا و جوینی داد و دنگ سر هشت بجاردین هداین بو در کتنا بریتانیاش یکتی اروپایی لی جوینی دا پارلمانتوی بریتانیاش خیلی رازی بون سر پاشخستن دما در کتناش یکتی اروپایی بو 22 نیسانی همو سیناریون در کتناش یکتی رد کردن جوان هشت سیناریون که روژا چرچمی پارلمانتوی بریتانیا خستن دنگ دانی سیناریون ماینا بریتانیا یکتی گبرکی دا پشتی بریکزیده دنگین هری زیده آنین که 2 هفته 2 دنگ نا او 264 دنگین اری بون لیب جدای 8 دنگان اف سیناریو جهاد رد کردن و داری نیجای و موشانا دنگ و بس نفته که شهر 4 پرچه کردستانی و کردین دیاسپورای هروا نوچین نونتوی اجاره کردن دی سال سروی ناونیشانی امیراستی هبین امده کار و ریوبرا دنگ و بس نو یا رادیوریت هزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانانو بمینید ناو خیر و خوشیه دا